اگه ادمینی یا دوست داری پستات خیلی بیشتر از بقیه همکارات به چشم بیاد، حتما این پست رو تا انتها ببین، چون میخوام یه ایده خیلی ناب بهت بدم. اول از همه وارد پیکسل اپ میشیم و یک سند 1080 در 1080 وارد میکنیم، رنگش رو انتخاب میکنیم و یک پترن مرتبط پیجای ادمینی وارد میکنیم. درصد شفافیتش هم باید کم کنید که خیلی دیده نشه. حالا از بخش شیپس یه مستطیل خیلی باریک رسم میکنیم. من رنگش رو عوض کردم که شما ببینید دارم چیکار میکنم. یکم باریکش میکنم، اینجا قرارش میدم. تیک رو میزنم، ازش یک کپی میگیرم، ادیت رو میزنم، ردیوس رو میزنم رو سطح کامل گرد بشه، میارم بالاتر و حالا این یکم طویل شد. لایه پشتی رو یکم کوتاه‌تر میکنم. این دوتا لایه رو انتخاب میکنم و تبدیل به یک تک لایه‌شون میکنم. دوباره میارم وسط قرارش میدم و حالا باید دوباره ازش یک کپی بگیرم، دوباره رو قبلی قرارش میدم. از بخش استروک بهش یه استروک میدم، اینیبل رو میزنم، ضخامت استروکم روی 20 خوبه. دوباره رنگ استروکم رو قرمز انتخاب میکنم، تیک رو میزنم. این لایه‌ای که استروک داره رو از بخش لایه ها میبرم پشت اون یکی لایه قرار میدم. لایه بالایی رو انتخاب میکنم و رنگش رو عوض میکنم، هم رنگ بک‌گراند باشه، مثلا همون کرم خوبه. عکسمو حالا باید وارد بکنم. اگه نمیدونیم پس زمینش رو چجوری حذف کنید، سایت remove.bg بهتون کمک میکنه. حالا نوبت اضافه کردن تیتره که من مینویسم فروش انفجاری شب عید. فونتی که براش انتخاب میکنم فونت ری هستش با وزن سنگین که خیلی فونت جذابیه برای ادمینا. ادامه متنم همین پایین مینویسم. حالا برای شمارنده اسلایدها که پیشنهاد جذاب دارم، یه مستطیل بکشین، خیلی باریکش بکنین، گوشه هاشو گرد بکنین، ردیوسش رو یعنی باید تا انتها بکشین. رنگش رو قرمز میکنیم و تیک میزنیم. چون این اسلاید اوله یکم باید بلندتر از بقیه اسلایدها باشه، چند تا کپی میگیرم، مثلا از پست 3 اسلایدیه و شمارنده اسلایدرم اینجوری مینویسم. به همین راحتی یه پست خیلی جذاب تونستیم با گوشیتون طراحی بکنین.